14 ساله که بودم عاشق پستچی محلمون شدم. خیلی تصادفی رفتم در رو باز کنم و نامه رو بگیرم. اون پشتش به من بود. وقتی که برگشت قلبم مثل یه بستنی آب شد و ریخت روی زمین. انگار انسان نبود، یه فرشته بود. قاصد و پیک الهی بود. از بس که زیبا و معصوم بود. شاید 18-19 سالش بود. نامه رو داد. با دست لرزون امضا کردم و اونقدر حالم بد بود که به زور خودکارش رو از دستم بیرون کشید و رفت. از اون روز کارم شد هر روز برای خودم نامه نوشتن و پست سفارشی کردن. تمام خرجی هفتگیم برای نامه‌های سفارشی میرفت. تمام روز گرسنگی میکشیدم. اما هر روز یه نامه سفارشی برای خودم میفرستادم که اون بیاد و زنگ بزنه و امضا بخواد و خودکارش رو بده و من یه لحظه نگاش کنم و اون وقت بره. تابستون داغی بود. نزدیک 11 صبح که میشد میدونستم الاناست که زنگ بزنه. پله ها رو پرواز میکردم و برای اینکه مادرم شک نکنه میگفتم برای یه مجله مینویسم و اونا هم جوابم رو میدن. حس میکردم پسرکم کم کم متوجه شده بود. اونقدر خودکار تو دستم میلرزید که خندش میگرفت. هیچ وقت جز سلام و خداحافظ حرفی نمیزد. فقط یه بار گفت چقدر نامه دارین؟ خوش به حالتون. و من تا صبح اون جمله رو تکرار میکردم و لبخند میزدم. به نظرم عاشقانه ترین جمله دنیا بود. چقدر نامه داری؟ خوش به حالتون. عاشقانه تر از این جمله هم مگه بود؟ تا اینکه یه روز وقتی داشتم امضا میکردم مرد همسایه فضول محل از اونجا رد شد. ما رو که دید زیر لب گفت دختره بی حیا رو ببین با چه ریختی اومده جلوی در. شلوارشو. متوجه شدم که شلوارم یکم کوتاهه. جورابم نپوشیده بودم و قوزک پام بیرون بود. اونقدر یه لحظه غرق شلوار کهنم شدم که نفهمیدم پیک آسمونی من طرف رو روی زمین خوابونده و با هم گلاویز شدن. مردم اونا رو از هم جدا کردن. از لبش خون می اومد و می لرزید. موهای طلاییش هم یکم خونی شده بود. یادش رفت خودکارش رو پس بگیره. نگاه زیرچشمی انداخت و رفت. یکم جلوتر موتور پلیس ایستاده بود. همسایه شاکی گونه‌اش رو گرفته بود و فریاد میزد. از ترس در رو بستم. احساس یه خیانتکار ترسو رو داشتم. روز بعد پستچی پیری اومد. به اون گفتم این آقای قبلی چی شد؟ گفت بیرونش کردن. بیچاره خرج مادر مریضش رو میداد. به خاطر یه دعوا. دیگه چیزی نشنیدم. اون به خاطر من دعوا کرد. ای کاش عاشقش نشده بودم. از اون به بعد هر وقت صبحها صدای زنگ در میشنوم به دخترم میگم من باز میکنم. سال هاست که با اومدن اینترنت پستچی ها گم شدن. دخترم یه روز گفت یه جمله عاشقانه بگو، لازم دارم. گفتم چقدر نامه دارید؟ خوش به حالتون. دخترم فکر کرد دیوونم. متن از چیستا یسربی، گوینده مرضیه یکیایی.